است. یعنی این اعتقاد داشته باش که مسلمانی که در دنیا گناه کرده است سپس الله تعالی آنها را به دوزخ پرتافته است، اونها در دوزخ یک مقدار میسوزند و حال مدتشان تمام نشده الله تعالی از فضل و کرمش آنها را میبرد و به جنت به یک دریای میپرتاد، در آن دریا گشته زنده میشن، دیگر به جنت زندگی میکنن. لیکن هستن شخصیت هایی که یعنی که الله تعالی آنها را نمیبخشد، به قدر گناهشان جزایشان را در دوزخ میکشند سپس برآورده میشن. یکی هستن شخصیت هایی که به شفاعت کننده ها یا به رحمت ارحم الراحمین یا به رحمت مهربان ترین مهربان ها رحم کرده میشن و از آتش دوزخ اگرچه سزاوار دوزخ بودن برآورده میشه. یعنی این فقط مسلمان ها را در بر میگیرد، اما کافرها نسأل الله سلامت و العافیه ابدی جاودانی در دوزخ میسوزند، خالدن مخلدن فی النار میگن ابدی. نعوذ بالله. ما یه لحظه طاقت گرمی آفتاب نداریم، چی جای آتش.